اگه بخوایم با روش کلاسیک شروع کنیم به تعیین کردن یورو یو اس دی، اول نکته که هست اینه که خب ما این حرکت رو داشتیم، حالا وارد اصلاح این حرکت شدیم. اگر من 50% اینو بخوام رسم بکنم، یه جای اینجوری میشه، یعنی اون نقطه‌ای که الان به درد ما میخوره بالا گرفتیم، بالای این خط و این ناحیه و حالا previous day open. اگه به این نواحی برسه، یعنی به این نواحی مثلا حتی اینجا اینجوری، خب این ناحیه خیلی خوبیه برای فروش. داشت صبر کنیم تا به اینجا برسه دیگه، هنوز خیلی راه داره. احتمالی که نرسه به اونجا هم زیاده راستش. این البته قدرت حرکت زیاده، قشنگ شبیه یه دستکاریه که آوردن حالا تا اینجا و بعد بریزه. ولی خب اگه ما بخوایم بفروشیم باید صبر کنیم بالای این 50% بره و اولین نقدینگی بالای 50% هم این ناحیه است. امیدوارم به این ناحیه برسه بتونیم یه فروش خوبی اینجا داشته باشیم. خب توی نزدک هم دوباره بخوایم فروشیم تقریبا همینه راستش. اگه این حرکت رو در نظر بگیریم به عنوان حرکت اصلی و بخوایم بفروشیم، حالا یکی اینجا هست. شاید این نقدینگی رو با چیز بشه معامله کرد، با سیلور بولیت، ولی روش‌هایی که حالا بهتر باشه باید وایسیم که به این کارنت ویک اوپن و اینجاها برسه که خیلی راهه. یعنی از روش‌های کلاسیک فعلا باید صبر کنیم تا برسه به این نواحی تا بتونیم ترید بکنیم. خب تو ادامه حالا من سیلور بولیت رو بررسی میکنم. بذارید یه دونه 15 دقیقه اونجاست، یه دونه 15 دقیقه هم اینجاست. یعنی اینا نقدینگی‌های مهمیه که ما الان از همه نزدیکتر بهشون داریم. این یه روال افزایشی رو شروع کرده، اینجا این شکسته با قدرت، پس احتمال افزایش قشنگ مشخصه. احتمال کاهش هم به خاطر ترند اصلی و مسیر ترندی که داریم وجود داره. 5 دقیقه حالت چجوریه؟ 5 دقیقه هم همونه. توی 3 دقیقه و 2 دقیقه و همه جا همینه، یعنی این مسیر افزایشی رو نشون میده. الان سیلور بولیت هم شروع هم شده. بریم تو 1 دقیقه ببینیم چه خبره. تو 1 دقیقه ما اینجا یه دونه FVG داریم که میشه با این ورود هم کرد، چون شکستش هم با قدرت. خب بسم الله، ما همین اول کار سریع با این FVG میایم داخل. از سخته گرفتنی. آها، ما با این میایم داخل. امیدوارم بتونیم یه سود خوبی از این ببریم. نقدینگی هم که مشخص کردیم کجاست. نقدینگی اینجاست. دویی میده بهمون. به نظر من خوبه. اول صبحی انشاءالله بتونیم یه سود خوبی از این ببریم. اینو بریم فعالش بکنیم. لیتر خب با اینو گذاشتیم مارده رو. حالا کلمون رو ست کردیم ببینیم چه اتفاقی میافته. بذار از فروش استفاده کنیم، از یورو رو هم یه تحلیل بکنیم. 15 دقیقه خب یورو این نقدینگی رو گرفته داره برمیگرده. البته خب این بیشتر شبیه فروش الان. 5 دقیقه‌ش هم می‌بینید رفت. البته 5 دقیقه‌ش شکست رو داده، این تایید شکست هم داره. 2 بار رفته بالاش بسته. 3 دقیقه الان به نظرم رو یورو میشه هم خرید هم فروش گذاشت. البته خب FVG هنوز نداره تا ببینیم چی میشه. اینم استاپ میکنیم فعلا. خب الان اوردر ما فعال شده.
منتظر ببینیم چه اتفاقی میفته و میتونه این مسیرش ادامه بده یا نه. باید صبر کنیم. اینجا رو یورو یو ولی رو یورو یو اس دی موقعیت خوب برای فروش ایجاد شده رو سیلور بولتش میبینید. به نظرم یه فروش رو این بگیریم الان خوب باشه. اینم میگیریم ببینیم چی میشه. متاسفانه هر دو تا موقعیتی که گذاشتیم ضرر شد. میخوایم این دنینش واقعا هم ستاپ‌های خوبی بودن. حالا این یکی بالای این چیز بود، دیلی اوپنش بود، شاید اینو باید فروش میذاشیم یا با احتیاط بیشتری معامله میکردیم. تو 5 دوجی تشکیل شد. خب خیلی شکست قدرتمندی بود. ما فکر میکردیم اینو حفظ کنه ولی خب این حرکتش هم خیلی تند بود. اینکه این حرکت بتونه ادامه بدم خب سخت بود، ولی خب حالا ما اینو خرید زده بودیم دیگه. حالا اگه بخوایم اینو فروش بگیریم میتونستیم از اینجا فروش بزنیم. از اینجا رو میبینید. حالا این موقعیت فعلا که از دست رفته، ببینیم این موقعیت دیگه اگه داد با فروش داخل میشیم ببینیم چی میشه. مثلا اگه این اینجا میزدیم بعد میومدیم تا اینجا، یه حد تا اینجا. فعلا منتظر میشیم. یورو چطور؟ یورو هم متاسفانه اومد حد ضرر ما رو زد، بعد داره میریزه. این یه خیلی بدشانسیه. اینجا اگه بررسی کنیم می‌بینیم اومده حد ضرر ما رو زده و داره خوب میریزه. فکر نمی‌کردم تا اونجا بتونه بیاد بالا، ولی اومد دیگه. اگه این حرکت اینجا میذاشتیم این خیلی دوره دیگه. یعنی که ما گذاشتیم بد هم نبود راستش فاصلش، ولی متاسفانه قدرت این حرکتش زیاد بود و اومد زدش. حالا صبر میکنیم تا یه حرکت بهتری نصیبمون بشه. خب برمیگردیم دوباره رو این سیلور بولت یه بررسی میکنیم. خب میبینید دیگه این الان ریزش کرد، حد ضرر ما رو قبلا زد و بعد هم اینجا خوب به این واکنش نشون داد. یعنی اگه ما اگه فروش زده بودیم احتمالاً روز خیلی بهتری می‌داشتیم. می‌بینید اینو قشنگ اینا یه کلاً احترام خوبی گذاشته و داره میریزه. مثلا یه نکته خیلی مهمی که من دارم اشتباه میکنم اینه که من باید بالای اوپن دی فروش بزنم. یعنی این خریده با این منطق جور نبود. من اگه اینو میذاشتم اینجا مثلا الان حد سودمو زده بود. میبینید حتما باید ببینید که وقتی که اوپن دی باید نگاه کرد، بس اوپن دی باید خرید یا فروش گذاشت. اشتباه به نظرم خیلی مهمیه. الان زیر اوپن رفته، از الان دیگه ما دنبال خریدیم. یورو چجوری اوضاعش؟ یورو هم که خب یورو بالای اوپن بود، اون فروشی گذاشت بود، فروش درستی بود، ولی خب بدشانسی آوردیم و حد ضررمون خورد، بد ریخت. الان این اتفاقی که داره میفته قشنگ مشخصه دیگه. ما ید سودمون رو مثلا خب اینجا خیلی زیاده، اگه اینجا بذاریم که این آخرین لگو مثلا بیاد همینقدر تصحیح کنه، خب این 1.62 کم بود، اینو نباید بخاطر همین وارد میشدیم. ما اینو باید میذاشتیم این بالا، درست اینجوری میشد 1.14 ورود نمیکردیم. ولی اینجا با این یکی احتمالاً مثلا کجاست این ناحیهش؟ از اینجا تا اینجاست دیگه، اینه. اما اینکه اونجا گذاشتم اون ذره اونجا مشخصم کردم. اگه با اون فروش میزدم با وسط این
اگه همین خب اینجا میذاشتم و اینم میآوردیم اینجا میذاشتیم. خب این الان 2. خب این مناسب بود برای ترید. هنوز حداقل ضرر نمیشد. میدونید الان بازم ادامه داره، ممکنه ضرر بشه ها، ولی خب دیگه حالا ادامه روز بریم ببینیم چی میشه. خب سیلور بولت امروز اگه بخوایم یه مروری بکنیم، نگاه سیلور بولت امروز راستش سودی نداشته تقریبا، میتونم به جرئت بگم. من تایماشو درست کنم. این و این دوتاست درست. نگاه خب ما اینجا فروش گذاشته بودیم که اومد حد ضررمون رو زد، بعد هم حالا گفته بودیم که اینجا میتونستیم یه فروش دیگه بذاریم و دیگه از اینجا بیشتر ویته که حالا ببینیم چی میشه. یه سودی رفته بود دوباره اومد تو ضرر، حالا دوباره رفته تو سود. اینجا شاید نقدینگی های این بالا رو گرفته و دوباره برگشته پایین، چون اینجا میدونه حالا نفیجی که نه، ولی این کندل خوب داریم. حالا به این واکنششون داده و داره میاد پایین. باید ببینیم چه اتفاقی میفته. هنوز واقعا روی نمیشه صحبتی کرد، بیشتر باید منتظر بود دیگه. ولی اینجا یه ضرری بهمون زد. حالا اینجا یه چیز خاص دیگه هم وجود نداشت. روی نزدک هم خب رو نزدک هم ما یه ضرر رو این داشتیم، رو این که خرید کرده بودیم. اینجا مشکل اصلیمون این بود که ما بالای، ما تو نزدیکی دی اوپن بودیم، انتظار این که یه برگشت خوب به دی اوپن بکنیم خیلی غیر منطقی نبود. در این اشتباهی بود که ما انجام دادیم و بذارید ما اینو مشخصش کنم. 3 تا 4 اینجا و این ضرر رو انجام دادیم. باید شاید می‌تونیم با این اگه وارد می‌شدیم حداقل یه سودی می‌کردیم. اونجایی که نکنید این برگشت. حالا بذارید تایم فریم های بالاترش هم یه بار دیگه نگاه بکنیم. که می‌بینید اینجا وقتی این ناحیه تشکیل شده، اون کندل دوجی تشکیل شده است اینجا. این که تشکیل اینجا دوجی تشکیل شده. ما باید با این معامله می‌کردیم. این معامله خیلی خوبی بود. حداقل یه قسمتی از ضررامون یا حداقل کل ضررها رو حتی جبران می‌کرد، چون ما ضررمون 2، اینم نزدیک 1.6. حالا اگه میومدیم مثال میگم بعیده، ولی مثلا میذاشتیم اینجا که خب 0 هم میشد ضررمون. این معامله‌ای که از دستمون رفته دیگه متاسفانه. تا اگه اینجا هم میذاشتیم 1.14 قسمت عمده ضررها جبران میشه. حالا بعدش اینجا هم بود که حالا این اومد بالا، اینجا میشد ورود گذاشت که حالا که بازگشتی هم نداشته. حالا ما باید منتظر بمونیم دیگه. حالا اینا دارن میان بالاتر. حالا ما روی نزدک که فعلا دیگه کاری نداریم. روی یورو ببینیم چه اتفاقی میفته دیگه. قیمت خودش میتونه با این سیلور بولت بهمون سود میده، یا اینکه حالا قیمت خودش رو میکشونه بالاتر که بتونیم بریم دنبال معاملات معمولی باشیم.